نمیدونم چی شنیدی ولی سوء تفاهم شده. گفتی اگه رازم برملا بشه اون وقت چی کار کنم؟ تو چیو داری پنهون میکنی؟ اصلا بگو ببینم چرا اومدی به جزیره؟ برای تاسیس هتل بوتیک. راستشو بگو، چیو داری پنهون میکنی؟ هیچی مگه من جاسوسم؟ هنوزم داری دروغ میگی. نمیذارم داداش پویرازو گول بزنی. فهمیدی چی میگم؟ چون اون مستحق این رفتار نیست. الان میرم همه چیو بهش میگم. نهیر خیلی خوب باشه وایسا میگم برات، ولی بریم خونه اونجا بگم. الان میگی؟ بیا بریم خونه دیگه. داداش پویراز، من عاشق پویراز شدم. عاشق شدی؟ آره عاشق شدم. خب ما تا صبح با هم دیگه رقصیدیم، بعد طلوع آفتاب با هم دیگه تماشا کردیم، بعد دیدم که همه ی هوش و حواسم پیش پویرازه. نهیر منو صدا کردی؟ منو ببین، گفتم اگه دور و برش باشم اونم یه چیزی نسبت به من حس میکنه دیگه. همه رازم اینه، راز دیگه ای نیست. خب اثبات کن. چی؟ دیوونه شدی؟ چیزی شده؟ Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟ Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. به طرف راست، اکنون به چپ بپیچید، کمی بعد به سمت راست. خب راست. چپ. خب چی میگی؟ از کدوم طرف برم دیگه؟ 50 متر بعد به سمت راست بروید. اومدی بازارچه بگردی یا راهتو گم کردی؟ دومی، ولی دارم حلش میکنم. من اصلا گم نشدم. نتم قطع شد. چطور از این بازارچه برم بیرون؟ این کوچه رو تا تهش برو، بعد به پیچ دست راست. چرا نمیپرسی چرا اینطوری شد؟ چون که منتظرم خودت بگی. اگه نگفتم چی؟ اگه اونجوری رو هوا بمونه چی؟ به نظرم این کارو نمی‌کنی. باشه حتما میگم بهت، فقط هم به خاطر اینکه سوء تفاهم نشه. میفهمی؟ ببین اون اتفاق هیچ معنایی نداشت. یهویی پیش اومد. مبادا فکر کنی یعنی اصلا موردی نبود. یعنی منظور من اصلا حتی به نظر من اصلا فراموشش کن بره بیکاره چون خیلی چرنده. باشه متوجه منظورت شدم. آروم باش. من از همین الان فراموش کردم اون مسئله رو. مشکلی نیست. خوبه.
دخترا ببخشید یه لحظه. الو پویرازو بوسیدم. چی؟ یعنی چی؟ یه لحظه وایسا ببینم، خوب نمیشنوم. گفتی پویرازو بوسیدی؟ آره پویرازو بوسیدم. یعنی چی؟ 2 ساعت پیش که با هم داشتیم حرف می‌زدیم گفتی هیچی بینتون نیست، حالا یهو چه اتفاقی افتاده؟ چی شد؟ نمیدونم، یه سوسکی چیزی پرید رو پام رد شد، نمیدونم چی بود. اوی یه لحظه صبر کن نوشیدنی بردارم بعد بگو. باشه. پویراز بیا اینجا. تایم چای تمومه. ای بابا باید میز آماده کنم. اردال آلپر من زیاد نمیمونم. چرا اومدی؟ چرا نمیمونی؟ بشین. شما صدام زدین. خب داداشم دیگه جز پرسنل هتل شده، الکی پلکی هم نمیگه. خدایی چطوری میخوای مشتری رو تحمل کنی؟ همش گیر میدن، همش نق میزنن. دختر یکم مؤدب باش. ولی داداش فکر کنم راست میگه ها، تو حتی تحمل یک گپ و گفت نرمال آشناهات هم نداری. حاضران اون بخش مشغوله، نه من. ای وای، دختره در عرض 2 روز چقدر عوضت کرده. میگفتم نمیرقصه رقصید، گفتم عمرن بشه پرسنل شد. من به خاطر کسی کاری نکردم، باید اینطوری میشد. آها، پس بگو همه کارهای اجباری حاضران سرت میاد. ملیسا تو همه اینا رو تو دفترت یادداشت کن. دفتر خاطراتم کجا؟ خب یه جا بنویس دیگه. ببین بنویس رفتارای باور نکردنی از پویراز. ماشاءالله خیلی شیرین حرف میزنید. انگار جز حاضران بحث دیگه ای نداره. داداش باشه بابا بیا نرو دیگه. یه چیزی شده. خیلی چیزا شده. بانک، وام. نه یه چیز دیگه شده. الان میشنوم بگو. بابا نهیر حرفمونو شنید، هی سوال پشت سوال بارونم کرد. بعد یهویی پویرازو دید، گفت اثبات کن. منم خب رفتم یهویی بوسیدمش دیگه. بوسیدم، من رسما رفتم پویرازو بوسیدم. میفهمی چی میگم؟ بوسیدمش. خب حالا اون لحظه چه حسی داشتی؟ بیرجیک داری چی میگی؟ مشاورم همیشه این سوالو ازم میپرسه، بگو ببینم چه حسی داشتی ها؟ آخه چی میتونم حس کنم؟ من آدمی هستم که وقتی بار اول پویرازو دیدم لجم در اومد. میفهمی که چی میگم؟ خب حالا حساس ترین سوالو ازت میپرسم، به نظرت پویراز چه حسی داشته؟ ول کن بابا، چی میگی؟ چه حسی میخواستی داشته باشه؟ شبیه سنگ خشن بیرو بی احساس. یعنی اگه آتیشم باشم بهش بخورم ککشم نمیگزه. تا این حد که گفت از همین الان فراموشش کردم. فراموش کرده نه؟ وقتی گفته حتما فراموش کرده دیگه، چرا باید دروغ بگه؟ یعنی برای اونم زیاد مهم نبوده و این اتفاق خوب. دقیقاً جونم، دقیقاً اینطوری خیلی خوب میشه براش. آره مهم نباشه خیلی هم خوب میشه. منم وانمود میکنم اصلا چیزی نشده، شبیه ملکه یخی برخورد سرد و سنگین میکنم، قشنگ میفهمه که عاشقش نیستم. شکر خودم که تو این ماجرا هست. ماجرای بوسیدن دیگه. آره حالا هرچی، شکر که کسی اطرافم نبود، کسی رسوایی منو ندید. خیلی خوب، خوشحالم اینو میشنوم. نمیدونم دیگه تو این جزیره چه بلایی دیگه میتونه سرم از این جزیره متنفرم. طبیعی. خب میدونستم اینطوری میشه. چیو میدونستی؟ از همین الان فراموش کردم، برام مهم نیست. پس چی شد؟ برای اینکه حرف بزنی تا اینجا اومدی، پس اونقدر مغرور نیستی. یعنی چی؟ تو به اینجا اسباب کشی کردی؟ برو بابا، چی میگی؟ مثلا میخوای بگی نصف شبی اتفاقی از اینجا رد میشدم مگه نه؟ نه همچین حرفی نمیزنم، داشتم میرفتم خونه خودم. یعنی رد شدنم از اینجا به تو ربطی نداره.
فهمیدم. تو این حد دیگه اینقدر مغروری. یعنی چی؟ هر وقت بخونت بری از اینجا رد میشی؟ آره خب اینطوری میشه. یعنی مجبوریم با هم روبرو بشیم؟ آره متاسفانه. من هر وقت به حیاط خونم بیام باید خونه تو رو ببینم؟ عالیه. باورم نمیشه. اگه نمیخوای ببینی چشاتو بدزد. اول من چشامو دزدیدم. باشه من دزدیدم. آبجی حزیران کن. نهیر دیشب بهت زنگ زدم جوابمو ندادی. میخواستم بیام خونه. تو چی میگی؟ بیچارم کردی. به خاطر تو از خجالت نمیتونم تو روی پویراز نگاه کنم. خب معذرت میخوام. حالا هم نگران نباش. خودم با داداش پویراز حرف نزن. حتی فکرشم باعث میشه سردرد بگیرم. ببین پویراز اصلا نباید بدون چی بهت گفتم. میفهمی؟ میدونم این که عاشقش شدی و گفتم ساکت شو. بذار اول اون دنبالت بیفته، بهت ابراز علاقه بکنه، بعدش هم نترس. خودم همه چیو حل میکنم. نهیر نمیخوام بیشتر از این تو این موضوع دخالت کنی. باشه خب نگران نباش. اگه یادش نرفته باشه چی؟ الان چطوری تو روش نگاه کنم؟ صادق یه لحظه صبر کن. وایسا یه سوالی ازت بپرسم. نه ابجی نمیتونم وایسم. باید زود برم پیش داداش. احسان کلمو میکنه. خبرهای جدیدو بهش بگم. بعد عصبی میشه که آخر از همه من تو جزیره از اتفاقات با خبرم. اینجا زود بمون منتظر من آمدم. الان که فکر میکنم بهتر نیست اینو به تو هم بگم. اینجوری بهتره. آمادگی به من نگو. من که نمیخوام غیبت کنم. ببین منو تو اون خونه خرابه ها رو به خواهرزاده من انداختی؟ واقعا که انداختن چیه؟ خودش اومد تو اینترنت دید پسندید آخه. خب اگه عکسای 30 سال پیشو نشونش بدی خوشش میاد دیگه. معلومه جزیره رفته رو هوا. شما هنوزم پیگیر خونه یابدی سلمان؟ چی شده؟ چرا رفته رو هوا؟ چیزی شده؟ وایسا توضیح نده. الان گناه میکنی منم شریک گناهت میکنی. خود دانی. ببین برای یه خونه حاضیران اسباب لازمه، مبل و کاناپه و این چیزا. هنوزم اشیاء دست دو داری؟ اونا خیلی وقتی از اسباب دست دوم صرف نظر کردن. دنبال جهازم میبینم. چطور تو خونه با اون کوچیکی جهیزی جا کنه دختره؟ صادق اوف. تو این بریز لطفا. موقع پیاده روی میخوری؟ آره. قهوه ترک خراب میشه آخه. ملیسا هلوهای حیاتو آوردم تا خراب نشن. خاله همیشه از اینا مربا درست میکرد. شروع به همکاری کردین. مبارک باشه. ممنونم. میگم که آفتابم در حدی نیست که عینک آفتابی بزنی. فقط اسمش اینه، اما فقط واسه آفتاب نیست. میشه تو سایم ازش استفاده کرد. تو برای فرار کردن از چی ازش استفاده میکنی؟ میترسی با هم چش تو چش بشی؟ آره؟ نه جونم. برای چی باید فرار کنم؟ بیا درشو بردم. قهوه هنوز آماده نشده؟ بفرما. ممنونم. میبینمت.
میری هتل دیگه؟ آره. همه دارن به ما نگاه میکنن یا من به نظرم اینطوری میاد؟ چرا سر صبح اینقدر خوشحالن ها؟ دلیلشو حدس میزنم ولی بی خیال. بگو دیگه به منم. بی خیال. چی شده؟ پشت سرت هم چشم داری تو؟ 10 دقیقه است وایسادی اینجا، حتما یه چیزی شده. درباره کیه؟ حداقل بگو ارزشش چقدره، زیاده کمه؟ خیلی زیاده، حتی 1500 هم خیلیه. راجب پویرازه؟ ایدیل خیشی رو میذاری کنار؟ درباره پویرازه میگم. درباره پویراز و اون دختره دیگه. کدوم دختره؟ همونی که تو مسابقه با هم رقصیدن، برگشته جزیره. دختره مثل کنه میمونه، پسر خوشتی پیدا کرده چسبیده بهش، ولی پویرازو خوب نمیشناسه. پویراز با اون رو میده آخه. سالهاست با هم آشناییم، فرشته بدون بال مادر بزرگشم، واسه منم هنوز کاریزما داره. اون دختره تو 2 روز چیکار میتونه بکنه؟ دیشب تو ساحل همو بوسیدن. باید این جاده رو درست کنیم. یعنی نمیشه به مهمونا گفت با کفش اسپورت بیاین. فکر میکنن کمپ جنگی و مدیریت میکنیم. ببین اگه میخوای اینجا بتون بریزی بی خیال شو. سنگ میریزیم. سنگ هزینه رو میبره بالا. اوستا اومدن، دیر نکنیم. اوستا اومدن، دیر نکنیم. هرس درور. صبر کن، صبر کن، صبر کن. کی بوسیدنشونو دیده؟ کل جزیره دیده؟ نه بابا. این بوی چیه؟ بوی خیلی خوبیه. آکاسیاست. هر سال بهار باد کل بوی آکاسیای جزیره رو به اینجا میفرسته. ببین اینو توی توضیح بنویسیم. مردم چیزایی که داستان دارن و خیلی دوست دارن. دقیقاً. صبح بخیر. زود اومدین. 5 دقیقه شد. دخترمون کیه؟ حاضیرانم، شریک پویرازم. اینجا رو با هم به یه هتل بوتیک قشنگ تبدیلش کنیم. اول با هم صحبت کنیم، بعدش درباره بودجه و زمان لازم برای انجام پروژمون بهتون توضیح میدم. باشه؟ علی اوستا، بریم خرابی‌ها رو کنترل کنیم، ببینیم چقدر خرج داره و چقدر کار داره. شنیدیم، خوشحال شدیم دخترم. بمونید برای هم دیگه. خیلی ممنونم. یه عمر نه، 1 سال طول بکشه کافیه. چون اینجا خاکه نمیخوام هیچ چیزی دیده بشه. همه چی رو به زیر زمین انتقال بدیم. بعدش هم رنگش رو عوض کنیم. یه پذیرش نقلی هم همینجا درست کنیم، حل میشه. راستی تو استانبول مغازه چند فروشی قشنگ میشناسم، بریم مبل انتخاب کنیم. باشه؟ من استانبول نمیام. چرا؟ چون نمیام دیگه. خوبه، پس منم میرم انتخاب میکنم، تو هم باید قبولشون کنی. باشه؟ راستی این دیوار رو باید خراب کنیم. در این مورد هم باید به توافق برسیم. باشه؟ کاری نداره، یه روز خراب میشه. اوستا بیا بقیه جاها رو بهت نشون بدم. یه روز خراب میشه؟ فراموش نکرده، اولش گفت نمیخوای تو چشم نگاه کنی، حالا حرفای کنایه دار میزنه. واضح بگو ببینم چی شده. گفت یه دیوار یه روز خراب میشه، ممکنه منظورش اون روزی باشه که بوسیدمش. منم شک کردم. فراموش نکرده باشه چی؟
اونم بندازید بره. باشه. صبر کن، چرا میندازی دور بمونه؟ گفتم بندازینش بره. گفتم که بمونه. ببین منم چیزای نوستالژیک و قدیمی رو دوست دارم، اما خب این کار نمیکنه. حالا چون قدیمیه باید بندازمش دور؟ ببین من کاری به چیزای قدیمی ندارم، من دنبال آینده‌ام. میخواید اتاقارم چک کنیم؟ باشه اوستا، بریم. حداقل سر یه موضوع باید به توافق برسیم دیگه. بیا داخل ملیسا. بیا، منم صندوقو باز کردم، گفتم برای دختره رو تختی و حوله اینا ببرم. فعلا رو تختی و حوله رو ولش کن. دختر با یه چمدون کوچیک اومده، نه حوله‌ای داره نه چیزی، اصلا کجا قراره بخوابه؟ اون الان این چیزا براش مهم نیست، اینکه کجا میخوابه. ممکنه عاشق شده باشه. من میرم آشپزخونه، کلی چیز باید آماده کنم. کی عاشقه؟ کی شده ها؟ من از جنبه رمانتیکش برات میگم. همدیگر رو بوسیدن. کیو بوسیده؟ حزیران و بویراز. آروم باش، چون الان همه جزیره تو شوکه. حزیران منو بویراز. پس وقتی اون روز با هم میرقصیدن یه چیزایی توی ذهنشون بود ملیسا. من داشتم صندوق بازی کردم براش حوله ببرم، ولی دیگه باید براش جهیزی آماده کنم. نه دیگه تا این حد نه. بشین بگو ببینم چطوری شده. اینجاها رو باید دوباره رنگ کنیم. حالا که نمیتونیم به مسافرها قول خوشگذرونی بدیم، باید روی چیزای رمانتیک و آرام بخش تمرکز کنیم. با رنگامیزی میتونیم اینا رو کامل نشون بدیم. یعنی منظورت عشق در جزیره است؟ پویراز، من که گفتم اون اتفاق دیشب هیچ معنی نداشت. تو این دنیا تو آخرین آدمی هستی که بخوام ببوسمش. نگران نباش، منم عاشق بوسیدن تو نیستم. خوبه، حداقل تونستیم تا الان سر یه موضوعی به توافق برسیم. خیلی خوب، یعنی دیشب یه اتفاق مزخرف افتاد و تموم شد. دیگه نیازی نیست همیشه با حرف و نگاهی کنایه دارت یادآوری کنی. تو داری چی میگی؟ من کی خواستم به تو چیزی یادآوری کنم؟ آره درسته، تو راست میگی. بگو ببینم چرا میگی نکنه نمیخوای تو چشم نگاه کنی و دیوار تو یه روز خراب میشه و عشق تو جزیره و این حرفا؟ چرا؟ حزیران، من کنایه‌ای حرف نمیزنم. اگه بخوام چیزی بگم مستقیم میگم. به علاوه به نظرم من بهت چیزی رو یادآوری نمیکنم، ولی مثل این که تو همش داری به اون لحظه فکر میکنی. این چه ربطی داره؟ بیا دیگه ازش حرفی نزن. آره حرف نزنیم. نهیر همه چی رو بهم گفت. صبر کن ببینم. نهیر بهت چی گفته؟ چی بهت گفته؟ جواب بده دیگه. دارم بهت میگم نهیر بهت چی گفته؟ راستشو بگو. راجب چیزی که حرف زدیم بهم گفت. چرا استرس گرفتی؟ راجب چی حرف زدیم؟ داداش پویراز، یه لحظه. جانم تونا، شیربونی خیلی داغونه. واقعا؟ تو 3 هفته میتونیم اینجا رو بازسازی کنیم. یعنی چی 3 هفته؟ 3 هفته خیلی زیاده. یعنی تو 3 هفته کل فصل تعطیلات رو از دست میدیم. بهتر همه بناهای جزیره رو جمع کنیم، همه شب و روز کار کنیم و هر چه زودتر اینجا رو بسازیم. باشه ها؟ ببین همه ساختمون سازای جزیره اینجا. یعنی چی اینجا؟ یعنی تو جزیره بنای دیگه ای نداریم. یعنی چی نیست؟ یعنی چی نیست؟ یعنی تا اون موقع ما باید بیکار بشینیم؟ آره؟ بیرجی کلان جلسه دارم. سب کن قطع نکن. واقعا منظوری پشت حرفاش بوده؟ نه اینطوری نیست، من اشتباه متوجه شدم. برو اینم تو کتاب آبروریزیان بنویس. باشه. وای خیلی بد شد، اصلا باورم نمیشه. چه خبره یوسان؟ منم خوبم، داشتم با حزیران حرف میزدم. عزیزم فعلا از من خداحافظ. خوبم ولی فعلا نمیتونم حرف بزنم چون الان یه جلسه دارم. نامزدی ایلول آجا خیلی جنجالی شد. چی میگی؟ جدا شدن؟ بدتر از اون، برای جشن نامزدیشون هیچ باورم خوبی نمیشه. پیدا نکردم. هر جا رو دیدن گفتن تکراری کلیشه‌ایه چون ایلول یه جای متفاوت میکنه. همه چیز خب بهشون بگو بیان اینجا جشن بگیرن. اینجا کجاست؟ اینجا جزیره است. اینجا جزیره کیرالانگیجه. بگو بیان اینجا رو رزرو کنم. برای نوسازی باغ فقط یه هفته وقت داریم. برای جشن نامزدی اینجا رو رزرو کردن. این اولین کارمونه پویراز. آفرین خوبه. خیلی خوب، سریع یه جا بشینیم و راجع به جزئیات حرف بزنیم.
تو الان یه حرف خوبی زدی نه؟ واقعا با من بودی؟ فعلا بریم. سلام، خوش بگذره. خوش باشید. ممنون. وای ببینم شما هم شنیدین تو جزیره پر از آرامشمون چیا میگن؟ شنیدین. تعجب کردین. حزیران تو ما حزیران اومد و حسابی همه رو شوکه کرد. نه در واقع به نظر من که اینا همش الکیه، همچین اتفاقی نیفتاده. یکی یه چیزی دیده بعد رفته به یکی دیگه گفته، همینجوری دهن به دهن شده. گفتن هم دیگه رو بوس کردن انگار. مامان صادق شنیده. آی مامان صادق دروغ نمیگه، هر چی بگه درسته. اوف اگه با این می اومدی میدون این همه راهو پیاده نمی رفتی. صبر کن ببینم. درست شد. من هنوز به ایلول زنگ نزدم، ولی اگه یه ارائه جذاب و خوب داشته باشیم مطمئنا اینجا جشن نامزدی میگیرن، ولی باید یه طوفان مغزی داشته باشیم. یعنی فکر و مشورت. حزیران، برنامه تعطیلات چطور میگذره؟ برنامه ریزی کردی؟ بله. تو هم مثل پرنده های مهاجر میری جنوب؟ آره دقیقا همینطوره. میشه بعداً بهتون زنگ بزنم؟ یه دقیقه صبر کن. یه مسئله خیلی مهم در مورد زمین جزیره پیش اومده. در مورد انقراض و این حرف میزدن. خیلی مطمئن نیستیم، ولی ممکنه بعداً برامون دردسر بشه. میشه قبل رفتنت به تعطیلات بری یه بار دیگه جزیره رو چک کنی؟ من الان استانبول نیستم، یه جایی دورم. واقعاً؟ تازه بهتون گفته بودم که دیگه نمیخوام در مورد اون مسئله باهاتون همکاری کنم. چه میشه کرد؟ پس بهت خوش بگذره. ممنونم. قبلا یه جا رزومه کاری فرستاده بودم، تازه جوابش اومده. اصلا شرکت قابل اعتمادی نیست، نمیخوام تو کارشون باشون همکاری کنم. وقتی که رزومه کاری تو فرستادی نمیدونستی چه کارایی انجام میدن؟ نه بعدش فهمیدم. بگذاریم. خب پس همون بهتر که اونجا کار نمی کنی. بفرمایید آقا دایگون. با حزیران حرف زدم، خیلی وقت از استانبول رفته. برای همین تو میری به جزیره؟ نیازی نیست برم جزیره، میتونم گزارش گونه‌های در حال انقراض رو از محیط زیست بگیرم. فعلا با محیط زیست ارتباط برقرار نکنیم. باشه ما پول رو واریز میکنیم، ولی شاید به ذهن کسی خطور کنه. پس تو برو جزیره. ببین چیزی هست که مشکل ایجاد کنه؟ نمیشه یکی دیگر رو بفرستید؟ تو میترسی نقشی که تو خرید زمین بازی کردی رو بشه و رابطت با فامیلت خراب بشه؟ چرا بترسم؟ کسی که به صاحب زمین رکب زده من نیستم، حزیرانه. باشه مشکلی برای رفتن نیست. موضوع مانع داشتن نیست. من خیلی تو جزیره کلافه میشم. تو بچگی خیلی تلاش کردم که از اونجا فرار کنم. الان حتی نمیخوام برای مسافرت برم اونجا. هاکان، مأموریت نه مسافرت. اعتراضی قبول نمیکنم. صبح با اولین کشتی برو. به روی چشم آقا دورگون. تو برو، من خودم میام. چی گفتی به پویراس؟ گفتم داشتیم جرأت حقیقت بازی میکردیم. من بزرگترین راز تو رو پرسیدم اما تو نگفتی، برای همین گفتم اولین مردیو که دیدی ببوس. چطوره؟ خوب گفتم؟ آره خوب گفتی ولی اگه باور کرده باشه. کاشکی تو دخالت نمی کردی. بگذاریم بعدن حرف میزنیم.
آبجی هزیران، آبجی هزیران. همه شنیدن که داشتی کنترل میکردی ببینی نهیر به من چی گفته؟ نه. تو حتما یه راز بزرگ و ترسناک داری. یعنی برای اینکه اونو مخفی کنی کسی که دوست نداری و میبوسی همچین چیزی امکان نداره. پایراز، یه شایعی پخش شده ولی شنیدیم. درسته، راسته، واقعیت داره. سلام. ایدیل جون، حتی می اومدن مغازه من میپرسیدن که پویراز کی ازدواج قراره بکنه، ولی میدونی که اینا همه شایعه هایی که تو جزیره را میفته. تو نگران نباش، من جواب همه رو میدم دخترم. باشه؟ خیلی ممنون خاله سلما جون، خیلی زن عاقلی هستی. والا به خدا خیلی خوشحال شدم، خیلی هم خوشحالم. مگه چی شده؟ از دست تو رفتی تو چای عشق پول انداختی مگه نه؟ من الکی حرف نمیزنم که چای عشق. صادق چه عشقی؟ چیا شنیدم پایراز بذارم ماشالله خیلی به هم دیگه خاله ببین اونطوری که تو شنیدی نیست، اونجوری که فکر میکردمه. آره من میرم اینو خوشیدیله. ای خاله جون ببین باور کن منم وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم، بعدش یهو تعجب کردم، من دوباره خوشحال شدم، اصلا موندم چیکار کنم. چیزی برای خوشحالی نیست. میشه همه یه لحظه گوش بدن؟ ببینید دوستان، یه سوء تفاهمی پیش اومده. من و حاضران فقط همکار هستیم، چیز دیگه بین ما نیست. آره نمیتونه باشه، اصلا همچین چیزی امکان نداره. برای همین این موضوع اینجا بسته شد. دلشو میشکنم کسی چیزی بگه. این غیبت و شایعه اینجا تموم شد. حاضران ببین دخترم، یه چند تا چیز برات از خونه آوردم، یه روز اونا رو برات میچینیم. خب باشه دخترم؟ باشه. مبادا بخوای دوباره شروع کنی آلپر، اصلا. بیا اینم جرأت و حقیقت. من چی کار کنم؟ هنوز 24 ساعت هم نگذشته، از کجا شنیدن؟ ببینا اینجا اینترنت ضعیفه ولی غیبت کردن پرسرعته. دیگه قاطی بازیای مسخرتون نکنین باشه؟ زود باش بریم کارمون رو انجام بدیم. قرار بود برم دنبال گورکمونم یادم رفت. مگه حواس برای یادم میذارن؟ خاله گفت اینو بخر اونو بخر، یه چیزایی گفت، من چجوری همه رو انجام بدم آخه؟ باشه من میرم دنبال دوستتو میبرمش خوابگاه. باشه معمار داخلیتونو. حالا هرچی. من از کجا باید این مردو بشناسم؟ وقتی ببینی میفهمی. من تو باشگاهم باری به این سنگینی بلند نکرده بودم. ما با شوینده و اینا چی کار داریم خاله؟ خونه رو تمیز میکنیم. چقدر طول میکشه یه قضیه تو این جزیره فراموش بشه ها؟ والا بستگی داره، ولی به نظر من برای شما خیلی طول میکشه حاضران. آره میدونم اونجا نهایتش 2 هفته طول بکشه یه اتفاق فراموش بشه. حاضران من هی میخوام نپرسم، ولی دخترم تو با چه شعور و منطقی این کارو انجام دادی هان؟ بازی خاله، بازی بود. یعنی مثل یه بازی فکر کن. مگه میشه با عشق بازی کرد؟ یعنی باشه پایراز خون سرده و چیزی نمیگه، ولی اگه خدایی نکرده کس دیگه ای بود و یه حسایی به تو پیدا میکرد چی؟ اون موقع بخواستی چی کار کنی؟ میگم اینو دیگه فراموش کنیم، موضوع تمومش کنیم. این موضوع رو تموم کنیم. باشه دیگه، بس دیگه این موضوع رو فراموش کنیم. بری کنارم بد نیست. آروم باش، چرا هول میدی؟ تو وسط را وایسادی، من چی کار کنم؟ تو وایسادی؟ چجوری هم حرف میزنه؟ ببین منو، مواظب باش که به اون نکوبی. والا به خدا به زور در آوردم. خدایا بالاخره رسیدم. وای چقدر گرمه، خسته شدم. وای خدا گرمه، وای خدا. احتمالا تو گرکم باشی. میبینم که اسممو زودتر شنیدی. فقط از اول بگم که اگه میخوای مدل شی باید از این طرز لباس پوشیدن دست بکشید، چون این ترند تو کلکسیون 2015 رفت که دیگه بر نگرده. میدونستی؟ حاضران نمیتونه بیاد دنبالت، من تو رو میبرم. الان خیلی اعصابم خورد شد ولی بهت چیزی نمیگم باشه. لطفا. ماشین این طرفه. میخوای منو با این ماشین ببری؟ آره؟ آره. این دیگه خیلی زیاده رویه، اصلا نتونستم سوار این بشم. سوار نمیشم. خود دانی خوابگاه 4 کیلومتر اون طرف تره، باید پیاده بیای. صبر کن بلای آسمونی.
کمکم نمیکنه. اوکیه؟ بریم. حاضران ما آب گازدار خریدیم دیگه. من آب گازدار نمیخورم که. مگه من برای خودم میگم دیوارا رو پاک میخوام بکنم باهاش. اگه وقت نکردیم رنگ بکنیم قشنگ تمیز میشن. تو اصلا خونه تمیز نکردی حاضران؟ نکردی دیگه. بگیر اینو دخترم، تو پنجره ها رو پاک کن. باشه بگیر دیگه. زود باش زود باش بشور. الو سلام، چه خبر؟ آقای دویگون گفت فوری رفتی مسافرت. تو با چه رویی به من زنگ میزنی؟ فکر کردم بعد از گرفتن ترفیع خشم تضمین رفته، ولی نرفته و نخواهد رفت. باشه من به خاطر تو به یه آدم خوب آسیب رسوندم. اصلا این کارو تو فراموش نمیکنم. اینجوری ادامه بده، برام مهم نیست. بعد از اینکه اومدی میری توکیو، دیگه هم دیگه رو نمیبینی. منم همینو میخوام. سلام. به جزیره ما خوش اومدی. براتون چای و کیک درست کردم. خیلی ممنونم. چرا زحمت کشیدی؟ نه عزیزم، چه زحمتی، خودم درست کردم. من ایدیلم. منم حاضران هستم. حاضران اسم خیلی قشنگی. کی برمیگردی؟ یعنی احتمالاً برای همیشه که نیومدی جزیره؟ نه برای همیشه نه. درسته. یعنی به نظر من نمیتونیم، چون که آدمایی مثل شما که به امکانات شهر عادت کردن جزیره ما براشون کسل کننده است. کسل کننده میشه. من چند ماه میمونم بعدش هم میرم. به نظر من که چند ماه خیلی زیاده، مگه نه؟ قراره با پویراز یه هتل اداره کنیم؟ آره. فکر خوبیه. اما به نظر من که سودی نمی کنی، چون که توریستای خیلی کمی میان جزیره. اونایی هم که میان سویتای ارزون میگیرن بعدم زود میرن. شما هم اینجا زندگی کنی میبینی. من توریستایی که دنبال لوکس بودن هستن و میارم. خیلی به خودتون اعتماد داری. آره اعتماد دارم. کلاسیک تابستونی جزیره. هر سال تابستون یه کسایی مثل شما میان اینجا که میخوان کار کنن یا میخوان جزیره رو احیا کنن، اما نمیتونن و برمیگردن خونشون. بعدش هم یه کسایی هستن که میان دنبال پسرای جزیره، اونا هم دست خالی برمیگردن. شما هم اگه اینجا زندگی کنی میفهم. آیدیل میتونم بگم مگه؟ بله خواهش میکنم. آیدیل، من دنبال عشق تابستونی نیستم. حرفایی که صبح تو میدون میزدن چرت و پرته. یعنی احتمال اینکه رعد و برق بخوره تو این جزیره از اینکه چیزی بین من و پویراز باشه بیشتره. به خاطر اون حرفا خودتو ناراحت نکن. در واقع من و همه میدونیم اون حرفا یه جور بازی و مسخره است. در واقع من و پویراز از خیلی وقت پیش آشنا شدیم. ما خیلی خوب همدیگر رو میشناسیم، روح همدیگر رو میشناسیم. پویراز آدم رابطه های آنچنانی و کوتاه مدت نیست. مطمئن باش متوجه میشی. ممنونم بابت کیک. خواهش میکنم، نوش جونتون. اگه کاری داشتی من همین دور رو برم. البته کوفت بخوری. انشالله راحت باشی. تخت خواب که طبی نیست. خب ببینم چه نوع بالشایی دارین؟ نه ما فقط یه نوع داریم. یه نوع؟
لحاف پشمی جاش روی صورتم میمونه. خدایا اینا چی هن؟ اینا چی هن آخه؟ قهوه ساز نمیبینم، جکوزی، استخر نیست. خدایا اینجا کجاست دیگه؟ من اومدم، میشه برید کنار؟ خیلی ممنونم. وایسا پیرن چارخونه وایسا. امکان نداره اینجا بمونم. تو پارک میخوابم، تو خیابون میگردم، ولی اینجا نمیمونم. ای بابا بزرگش نکن. من خانواده که این هتل اداره میکنم میشناسم. یه جای تمیز و خوبیه. من هتلی نمیخوام که یه خانواده اداره کنه. یه هتل میخوام که توش جکوزی باشه. یه هتلی میخوام که توش ماساژورا با سنگ ماساژ بدن. یه همچین هتلی میخوام. اینجا اینطور هتلی نیست. هست. خودت میدونی. ادامه بده. بفرمایید مشتریان عزیز، بفرمایید. تو خونه رو دادی به اون دختر جدیده؟ آره بابا، خونه‌ای که 2 سال خالیه توی 1 هفته دادم اجاره. تو زمینه املاکم عالمی داریم. دختره رو از اونجا درار، بعدم خونه رو میدی به یکی دیگه، بعدش هم از این جزیره میره. من تا کی قراره به این پارچه بزنم ها؟ الو، سورپرایز! بیریجیک تو جزیره است. واقعا میگی؟ اومدی؟ خب چرا خبر ندادی؟ بابام با کشتی شخصی خودش منو رسوند هازیران. الان دقیقا همون جایی هم که آدرس دادی، ولی اینجا خونه نیست. با نکنه اشتباه رفتی. بیریجیک من، وای هازیران جونم عزیزم. هازیران به نظرت من تو رو تنها میذارم؟ دقیقا 1 ماه اینجا. شب و شلوار راحتی میپوشیم و کلی حرف میزنیم، بستنی میخوریم و فیلم نگاه میکنیم، تازه بعضی وقتا پارتی میگیم. تو از این کلبه در اومدی؟ متاسفانه بهت گفتم خونه ترسناکه، حتی منم به زور میمونم تو که عمرن بتونی. میشه چمدونمو بیارین؟ برای بهترین دوستم حاضرم تو کارتونم بمونم. بیریجیک خوش اومدی. نکنه اومدی بهمون کمک کنی. ماشاءالله چقدر دوستای خوبی داری تو. ببین هازیران جونم، من خیلی دوست دارم، ولی واقعا نمیتونم اینجا بمونم. خواهش میکنم ازم متنفر نشو. میشه چمدونا رو برگردونی؟ چرت و پرت نگو بیرجیک، این چه حرفیه؟ جایی که گورکم مونده برات یه اتاق میگیرم باشه؟ صبر کن گوشیم زنگ میخوره. الو، تو واقعا فکر میکنی اینجا لایق منه؟ تو میدون از ماشین پیاده شدم. زود باشید بیایید دنبالم، زود باشید، فهمیدی؟ گورکمه. خیر باشه. این خونه رو دادم به شریک شما، بعد یادم اومد به یکی دیگه قول داده بودم. تو یه خونه دیگه هم داشتی که؟ نه. خب چی؟ تو به هازیران چیزی نمیگی، اونم تو خونه میمونه. ولی پا من برم به یارو بگم ببخشید که اینطور شده. خب میبینم دیگه. برم دیگه. من یه عالم سرم جمع کردم، تحت هر شرایطی سرم داریم، نگران نباش. کار خوبی کردی ایدیل، ممنونم. چه حرفیه؟ وظیفمه. ایدیل
میدونم که وظیفت نیست. نمیتونم جبران کنم. کی گفته تو جبران کنی؟ من اینجا هم نیام خیلی نرمال روزام میگذره. خیلی سخته دختر شهردار باشی، باید به هر کی جدا رسیدگی کنی. مثلا امروز رفتم دختری که جدید اومده رو دیدم. آخه اگه نمیرفتم میگفتن جزیره مهمون نواز نیست. حاضیران؟ آره، از همین الان حوصلش سر رفته، خسته شده، حقم داره، مخصوصا بعد از اون غیبت حال به همزنی که صبح شد. آره خب به اینطور چیزا عادت نکرده. آره بعد جوری ناراحت شده. گفت من دنبال عشق تابستونی نیستم، مخصوصا گفت من دنبال پویراز نیستم. گفت احتمال این که رعد و برق بخوره تو روستا از این که بین من و پویراز یه چیزی باشه بیشتره. دیوونه شده بود. سرم تمومه مگه نه؟ آره تمومه. نه آخه به نظر من اگه میخواد اینجا بمونه نباید بذاره اینطوری حرف بزنن. در واقع تو خودت اینجوری مشکل داری، بعد اونم روش. ایدیل، حاضیران مشکل نیست، اون شریک منه. اون از کار کردن چی میفهمه؟ حاضیران خیلی باهوشه، با اراده و با تجربه است. چقدر خوب. پس من فردا بازم برای خاله عالیه میام. میبینمت. اوی عزیز دلم، بیچاره. ایدیل نیازی نیست دلت برای زوربا بسوزه. البته عزیزم، صاحبی مثل تو پیدا کرده که خیلی خوش شانسه. راه دیگه ای برای پرداخت وام نیست؟ به غیر از هتل؟ نیست. یعنی میخوای با اون دختر کار کنی؟ البته کار میکنم ایدیل، میدونی که اون یکی شریک اونه. شاید یه راه دیگه پیدا کنی. ایدیل، تو به مادر بزرگم رسیدگی میکنی و خسته میشی. بقیه مشکلاتم بیخیال، خودتو خسته نکن. باشه، من فردا بازم میام. باشه. زورگو، نادون، بی محبت، آدمیه که میخ توش فرو نمیره. ها چی؟ ها؟ نه مامان منظورش اینه که کسی دوست نداره. ها نه، پویراز اصلا اینطور پسری نیست، خدا شاهده. مادر بزرگشو توی بیمارستان تنها نذاشته، تو خونه خودش بهش رسید. پس همین محبتاشو به مادر بزرگش میکنه. وای بیرجیک، تو بهترین آدم دنیا هستی. گفتی قهوه ساز دارم ولی قهوه ندارم، منم آوردم. من یه آدمی هستم که هنرمندم، با یه آدم بیشور نمیتونم کار کنم. بیرجیک به بابات زنگ بزن، کشتیشو بفرسته و من از این جزیره میرم. نمیتونی بری، من بهت نیاز دارم. یه جوری میرم که فقط میتونی برام دست تکون بدی. ببین من یه ویلا اجاره کردم، میتونی با من بمونی، تازه جکوزی هم داره. چند گرفتی؟ خب جکوزی میریم. ببین همه افراد مشهور قراره بیان مراسم نامزدی ایلول. تمام کارهایی که قراره بکنی همه جا پخش میشه، مخصوصا تو فضای مجازی. تو مشهور میشی. ببخشید عشقم، من خودم مشهورم. همگی چایی میخورین دیگه مگه نه؟ دخترم بیا با هم بریم یه چایی دم بکنیم، نوش جونتون. اوف، دلمه ها عالیان. خوشمزه است مگه نه؟ دلمه خیلی خوشمزه است مگه نه؟ عالیه. کاشکی بدونی چطوری دلمه ها رو درست کردم و همه رو ترش کردم. خیلی خوشمزه است. اگه یه وقت بخوای بری به مادرم و خالم میگم چطوری این غذاها رو تک تک قورت دادی و نوش جون کردی. تو گلوت یه چیزی شد مگه نه؟ نازیران، اون کالریایی که گرفتی با چونه زدن آب میشه. یادت نره اون فکر میکنه تو با منی توی یونان. ولی بهت گفته باشم تو هم بدبخت میشی. اگه کار هتل خراب بشه منم بدبخت میشم دیگه.
یعنی من چیزی برای از دست دادن ندارم. آفرین پسرم، دراز بکش. کسایی که صاحبتون نشدن خیلی چیزا رو از دست دادن. زوربا بیا. چی شد؟ یه چیزی پرید. قورباغه بود؟ آره خوب شاید باشه شاید هم نباشه. تو چرا اومدی؟ صدا تو شنیدم گفتم شاید کمک لازمی و اومدم. به کمک هیچ کسی مخصوصا تو نیاز ندارم. تو چی کار میکنی؟ فیوز پریده میخوام تعمیرش کنم. با آویزه لباس؟ عزیزم این از چوبه، از چوب، یعنی رسانا نیست. ببین تو ویدیو دیدم اینجا همه چی رو توضیح میده. اینترنت چیز خیلی خوبیه بدون اینکه به کسی نیاز داشته باشی. پیچ گوشتی داری؟ نمیتونم. نه دارم فکر کنم داخل. آره ببین کارهای برقی یه خورده پیچیده است. به خاطر همینم اگر که مشکلی پیش اومد به من بگو. نمیخوام وقتی که اومدم خونه جرقه ببینم. ممنون. چی؟ ممنونم. اصلا نشنیدم. ممنونم. چیزی نیست.
زوربا آروم باش، اومدم. سگ توه؟ سگ منه. زوربا ندیده تونستم تصورش کنم. تو بازم به پیش داوریات اعتماد داری. فکر کنم اونم مثل تو زیاد آدما رو دوست نداره. دوست نداره، خاطرات بدی داره. تو هم خاطرات بدی داری؟ برای همون داری از آدما دوری میکنی؟ بگذاریم، اقلا این بار نگفتی بیخیال. از 2 صبحگاهی که برگشتم زنگ زدم. ایلول کیه؟ همون مشتریمون که تدارک مراسم نامزدی براش میبینیم و پول به دست میاریم. البته اگه یادت بیاد بهش وعده یه جای بک رو دادم، عکسای حیاتم فرستادم. امروز کارشو میکنم. یعنی میدونم تو هم که همه چیزو میدونی. وای، ترانه مورد علاقمه. میشه یکم صداشو بیشتر کنم؟ Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. صبح بخیر. خدا قوت. خدا قوت. یه جای مساعد نگه داریم. ممنون. صبح بخیر. خوش اومدی. خوش باشی. راننده تاکسیای اینجا آدرس همه جا رو میدونن، باور نکردنیه. عزیزم تاکسی و راننده ها نه، یه دونه راننده یه دونه تاکسی، چون از این تو جزیره همش یه دونه است. آره، تا اسکله رفتیم تا بتونیم این آقا رو پیداش کنیم، گرچه اون ما رو پیدا. یعنی چی؟ به جای اینکه 1 کیلومتر پیش بیاین تا اینجا برای سوار شدن تاکسی 1 کیلومتر عقب رفتین؟ خیلی عاقلانه. بالاخره که اومدی. بله. راستی ایلول زنگ زد گفت موافق تو جزیره جشن بگیره. زنده باد، خودش زنده باد. بزن قدش. دخترا فقط یه چیزی، مراسمی که میگفتیم همین فرداه ها، حواستون هست یا نه؟ باشه یه مکان چوبی برای اینکه حلقه هاشون رو دستشون بندازن درست میکنیم، اطرافشو با تور و پشتشو با گلا و چراغ ریزهای ریز تزیین میکنیم. بعدش هنوز حرفم تموم نشده ها. ولی یکی باید به برقکاری برسه و الا نمیتونی اون لامپای ریزتو روشن کنی. اینو بگیر. میبینی با کیا سر کله میزنم. بده صبر کن بیام. ای بابا اعصابم خورد شد. ببینم صبر کن. این لامپای کوچیک مسخرهشون کردی باعث میشه اولین درآمدمون رو به دست بیاریم. از کجا میگی که مسخره کردم؟ تو نگاه دیدم. ببین اینجوری نمیشه. باشه سر هیچ مسئله نمیتونیم اصلا به توافق برسیم. تفاهم نداریم. توی هیچ مسئله دیده یکسانی نداریم. بهتره فوراً این شراکت رو تمومش کنیم، برگردیم سر نقشه اول. اون نقشه اول چیه؟ من هتل رو اداره کنم، تو هم سودتو ببر. باشه؟ گفتم نمیشه. ساختمون اینه؟ رسما شبیه خونه باقی تو جنوب ایتالیا است. انگار تو خونه یه ثروتمند میزبان میشه. انگار رفتیم به تعطیلات. میگم بهتره ما اینطوری کنیم. پویراز همین اتاقا رو بهت نشون بده. تو هم میتونی هر چی تو ذهنته با تمام جزئیات بدون اینکه چیزی از قلم بندازی براش تعریف کنی، ریزترین جزئیات. حاضران موفق باشی شریک. بیرجیک حالا میگم اینجا دستت امانته. خب دوست من بفرمایید. میشه کمکم کنی؟
چی میخندی؟ گورکم تا الان حوصله پویراز رو سر برده. پرده ها چی شده؟ کتان خام باشن. وقتی نسیم صبحگاهی زد تکون بخوره. نمیشه، اینجا باد جزیره شدیده. دارم میبینم کنتراست رنگ سفید و زرد کاهی روی دیوارها رو دارم میبینم. و اما دیوارها نزدیکی های صبح دریا یه رنگی به خودش میگیره. میخوام اون رنگی باشن. یعنی آبی؟ آبی صبح زودی. خب آبی دیگه. میخوام روح این جزیره از جنوب ایتالیا نشأت بگیره، شبیه آبی رودخونه ها بشه. همش دارم قیافه پویراز رو تصور میکنم. چیدمان زمین همونطور که میگم بشه. باشه، اگه تو بخوای انجام بدی حله. از نظر من مشکلی نیست. شبیه دیوار شده. الان از عصبانیت جیکشم در نمیاد. اقلا میشه اون گوشه میز کنسول گذاشت؟ یه چیز عتیقه که متعلق به سال 1800 باشه. چی شده؟ اعتراضی نکردی؟ دوست من الان دارم میرم تو عمق نگاهت. حاضران؟ شاید گورکم از پس پویراز بر بیاد نه؟ آره مطمئنم که میتونه. آره حتما همینطوره. حاضران صبر کن، نرو. حاضران صبر کن. چه مانکنه درد سرسازی که زیر دست گورکم راه اومدن. آره خب مگه گورکم پیش یه پسر جزیره‌ای کم میاره؟ معلومه. حاضران صبر کن. گورکم اینجا چی کار داری؟ برو پیش پویراز برو. دیگه منو با این یارو تنها نذار. وای هر 5 دقیقه کل روح هنری ما از بین برد. حتی نمیدونه آبی صبحگاهی چیه. داداش آکان خوش اومدید. تو هم حسابی استانبولی شدی یا؟ همینطوره داداش محمد. تو جزیره همه چی رو به راهه. همون جوریه که میدونی. زمان اینجا متوقف شده مثل همیشه هست. بلاهایی که سر پویراز اومد و فهمیدی؟ نه. یه سری هتلساز به زمینش چشم دوختن، یه کلکایی سر هم کردن. این بس نبود، بانکم وامی که داده بود پس گرفت. ای بابا همه خیلی ناراحت شدیم. پویرازو که میشناسی، مثل بچه و برادرمونه. مگه میشه نشناسم؟ جزیره همه یه طرف، پویراز هم یه طرف. ببینینم اصلا عوض نشده. آره عوض نشده. داداش عزت زیاد مخلصی. میگم بازارچه نجاری کجاست ها؟ بذار سوال کنیم. معذرت میخوام. بفرمایید زن داداش. ببخشید مسئله تموم شده بود نه؟ مهم نیست بگذاریم. این حوالی بازارچه نجاری وجود داره؟ آره که هست، بازارچه هست، یه دونه هم نجاریه. یه دونه؟ آره یه دونه اون کارگاه منه. یه سوالی، شما دفعه پیش تو مسافرتی من شرکت کرده بودی؟ ما عجله داریم ببخشید، بعدا میبینمت. لیست خریده؟ نه، لیست اونایی که عروسی نمیخوام دعوت کنم، حتی اونایی که تا عروسی میخوام پدرشونو درارم. هر کی که دیروز از خبر پویراز و اون دختر خوشحال شد اینجا اسمشو مینویسم. خاله فیگرو نوشتی؟ همونی که میگفت خیلی به هم میاد. آره نوشتم، بغلش علامت هم زدم. بعد از این زغال زمستونشو بره از دختر شهری بگیره. خوب فکر کن ببین، دیروز تو میدون کی میخندید؟ کی از این خبر خیلی خوشحال شد؟ به اینم مشکوکم ها. نه بابا، این هر اتفاقی بیفته پشت پویراز در میاد، رفیق پایش. من فوراً باید نقش ایدیل زخمی رو بازی کنم که نیاز به پویراز داره. آرای مردمی خیلی مهمه، میدونی بابام اینجوری رای کسب کرد. ای خدا، این دختر از اینجا بره شرش کمشه. نظر کردم فقط بره. چرا بره؟ داره هتل میزنه. نه این دیگه کارش تمومه. چطور تمومه؟ حالا میبینی. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır.
Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir